آلرژی‌های محیطی در اثر آلرژی به چیزهایی ایجاد میشن که در اطراف ما در خانه و بیرون از خانه وجود دارند. سیستم ایمنی فرد مبتلا به این نوع آلرژی موادی رو که در محیط وجود دارند به عنوان جسم خارجی تشخیص میده و علیه اونها واکنش نشون میده. این واکنش به شکل علائمی از قبیل آبریزش بینی، عطسه، گرفتگی بینی و خارش ممکنه خودش رو نشون بده. آلرژی‌های محیطی به چیزهای مختلفی ممکنه ایجاد بشن. برخی از افراد در تمام طول سال علائم آلرژی رو نشون میدن. در این افراد آلرژی میتونه به موارد زیر باشه: حشراتی مثل مایت و سوسک، حیواناتی مثل سگ و گربه و اسپورهای قارچ یا کپک‌ها. گاهی اوقات در بعضی از افراد علائم آلرژی در فصلهای خاصی از سال بروز میکنه که این آلرژی فصلی نام داره. آلرژی فصلی معمولاً به موارد زیر ایجاد میشه: گرده های درختان یا علف های هرز و چمن، اسپور کپک هایی که در هوای مرطوب و یا بعد از باران در هوا پخش میشن. بسیاری از کودکانی که به آلرژی های محیطی مبتلا هستند آسم هم دارند. علائم آلرژی های محیطی معمولاً بعد از 2 سالگی ایجاد میشن. این علائم شامل گرفتگی بینی، آبریزش بینی یا عطسه، خارش و یا قرمزی چشم، گلودرد یا خارش گلو و گوش، بیدار شدن از خواب در شب و یا مشکل در خواب که میتونه منجر به احساس خستگی و یا مشکل در تمرکز در طول روز بشه. تشخیص آلرژی های محیطی با انجام تست های پوستی آلرژی قطعی میشه. برای کنترل علائم آلرژی های محیطی میشه از شستشوی بینی، آنتی هیستامین های خوراکی و یا اسپری های بینی حاوی کورتیکو استروئید و یا آنتی هیستامین استفاده کرد. استفاده از واکسن های آلرژی با نظر متخصص آلرژی در درمان آلرژی های محیطی میتونن مفید باشن. در آلرژی های محیطی پیشگیری بسیار اهمیت داره. اجتناب از ماده حساسیت‌زا و یا حذف ماده حساسیت‌زا از محیط به پیشگیری و کنترل علائم آلرژی کمک میکنه. برای کودکانی که به گرده گل و درخت آلرژی دارن، رعایت این موارد میتونه کمک کننده باشه. ماندن در منزل در فصولی از سال که گرده گل و درخت زیاده، بستن در و پنجره های خانه و ماشین و در عوض استفاده از سیستم تهویه، استفاده از جاروبرقی هایی که دارای فیلتر هستند برای به حداقل رسوندن آلرژن در منزل، حمام کردن کودک قبل از خواب به منظور شسته شدن آلرژن ها از پوست و موی کودک. برای کودکانی که به گرد و خاک، مایت، کپک و حیوانات خانگی آلرژی دارند، رعایت موارد زیر کمک کننده است. شستشوی ملحفه ها با آب گرم و مواد شوینده مناسب به صورت هفتگی. استفاده از روکشی از جنس وینیل برای بالش و رخت خواب به منظور جلوگیری از ورود مایت ها. کمتر استفاده کردن از وسایلی که گرد و خاک رو به خودشون میگیرن، مانند فرش و پتوهای پشمی و عروسک‌های خوابدار، به ویژه در اتاق خواب کودک. تمیز کردن فیلترهای دستگاه تصفیه هوا. جارو کردن مرتب و هفتگی محیط با جاروبرقی هایی که دارای فیلتر مناسب هستند. خارج نگه داشتن حیوانات خانگی از خانه تا جای ممکن. حمام کردن هفتگی سگ‌های خانگی ممکنه به کاهش علائم کودک مبتلا به آلرژی کمک کنه، اما حمام کردن گربه‌های خانگی کمک چندانی به کاهش علائم آلرژی نمی‌کنه.